امروز میبرمتون توی یکی از 5 مال بزرگ دنیا که در تهران ساخته شده و اسمش هست ایران مال. انقدر بزرگه که میگن یه هفته میخواد تا تمامش ویزیت کنی. بغلش هم یه دریاچه‌ای هست به نام دریاچه خلیج فارس. هنوز ساختش تموم نشده ولی بعضی از قسمتاش واز شده و خواستم هرچی زودتر شما رو ببرم که اینجا رو ببینین و فکر بکنین که مملکتتون چقدر پیشرفت کرده و چه چیزای خارق‌العاده‌ای در این مملکت توسط یه نابغه هایی ساخته میشه برخلاف حرفایی که زده میشه. اون قسمت هایی که واز شده و میخوام ببرمتون، اولا یه کتابخونه بسیار عظیمه، فودکورت، یه فروشگاه هایپرستار که همون کارفور فرانسه است و چند تا جای خیلی قشنگ که مغازه‌های مختلف داره و خواهید دید. اینجا یه هایپرستار درست کردم که مثل این که شرکت کارفور فرانسه درست کردم. البته هنوز مثل این که تموم نشده ولی هایپرستارش هم تو گفتم مال کارفور فرانسه است. منتها چون که مدیریتش مثل این که تو خلیج فارسه بهش میگن هایپرستار. این فکر کنم از هایپرهایی که تو پاریس هست خیلی بوده. ببین چقدر قوله. اینجاست که آدم متوجه میشه که چی؟ نذاشتن از هایپرستار فیلم بگیرن ولی خب مهم نیست. خیلی قول پی کرد اینجا واقعا. حتی یارو نگهبانه نمیدونست که چند طرف مثل این که اینجا بهش میگن باغ دیدار، حتما میتینگ پوینته ترجمه شده به فارسی. ببینید بالی هم هست. اینجا مثل این که جزء 5 تا مال بزرگ دنیاست. میگم یه آدمایی هستن تو ایران پولشون نمیبره خارج، اینجا سرمایه گذاری میکنن و واقعا کوش میخواد. من غیر ممکنه حتی بتونم یه پله اینجا رو درست کنم. واقعا دست اون کسی که اینجا رو درست کرده همتشو کرده درد نکنه. برای اینکه اینجوریه که مملکت میتونه بشه. این دیگه فکر نکنم کمی داشته باشه از لوکس ترین مالهای امریکا و من شخصا بدون هیچ نظری بهتون میگم که واقعا دست اون کسی که اینجا رو درست کرده میبوسم برای اینکه به افتخار مملکت من زیاد کرده. اینجا نمیدونم اسمش چیه، اون آقاه گفت منتها بلد نیستم. این چه قشنگه. یعنی سبک ایرانی رو قاطی کردن با لوکس اروپایی. چقدر قشنگه واقعا. حقوق هم میگیرین اینجا کار میکنین یا پول میدین؟ کدومشو دوست داری؟ باید پول بدین دیگه.
اینجا سالن وی آی پی شونه. 4 میلیون آینه نصب کردن به دیواراش و واقعا خیلی خیلی زیباست. بانک آینده. سنگکاری، مرمر، فرشکاری واقعا آدم حظ میکنه. یعنی یهو آدم از خاک و گل در میاد میره به تمدن خیلی سطح بالا. واقعا چه شجاعتی میخواسته یه همچین پروژه‌ای رو درست کردن. اینجا یه فروشگاه صنایع دستی. سلام. احمد بشید، خیلی خوش اومد. مرسی. خیلی خیلی قشنگه واقعا. اصلا من فکر نمی‌کردم بشه تو ایران یه همچین چیزایی درست کرد، برای اینکه مردم ایران زیاد با نظم موافق نیستن و برای ساختن یه همچین سازمانی نظم و مدیریت میخواد. اینم سماوره، باید ببرم خونه. نمیدونم 1000 لیتر توش جا میشه. اینقدر گنده است آدم توش گم میشه. این اون کتابخونه هست. من یه چیزی که درباره این کتابخونه برام تعجب آوره اینه: ملت ایران، حالا چه بدمون بیاد چه خوشمون بیاد، زیاد اهل خوندن کتاب نیستن. خیلی تمایل دارن زود به پول برسن، زودم بهشون بگن دکتر. مثلا ایران 80 میلیون جمعیت داره ولی 270 میلیون دکتر داره، چون که اخیراً مد شده از هر کی میپرسی میگه 3 تا دکتر داره. و اون کسی که این کتابخونه رو طراحی کرده، ببینید اون کسی که به فکرش رسیده اون آدم جالبی بوده، چون که اون معلومه که به سواد کتاب و این چیزا اعتقاد داشته. و من خوشحالم که بالاخره کم کم توی مملکت ما هم آدمایی اعتقاد پیدا میکنن به کتاب. سختش نگاه کنید. من تو زندگیم هیچی ندارم. ولی یه چیزایی میدونم و ثروت من اون نیست که یاد گرفتم. چه قالیایی دارم. یعنی این قالیا نمیتونه اینجوری بزن مردم رد بشن، خراب میشه. خیلی جالبه. اصلا همچین چیزی رو من باورم نمیشد کسی بتونه در ایران درست کنه. این مثل پله اپرای پاریس میمونه. خیلی برام جالبه. من غول پیکره یه پالادیوم تو جا میشه. کتاباشو ببینید، همه نوع کتاب هم هست، آلمانی، انگلیسی. جالبه این پله ها مثل پله های اپرای پاریس میمونه. یا فیلم تایتانیک، یادتونه ورودی سالن ناهارخوری تایتانیک یه همچین چیزی بود. چه آسانسورایی، چه سنگکاریایی. نمیدونم، من که واقعا دهنم باز مونده. واقعا دست اون کسی که اینجا رو فکرشو کرده حتی درد نکنه. باعث افتخار این مملکت شده و باعث سربلندی ما بعد از این همه رنج. این ظرافتکاری ها
شیشه ها، اصلا این تاقو چجوری زده بدون ستون. این چوبا آکاژو خالصه. اینجا مثل این که فودکورتشه، بهش میگن فودکورت ملل، برای اینکه از قرار معلوم مثل دیزنیلند از تمام ملت ها یه رستوران هست. این هم ورودیشه که به نظرم میاد مرمره، به نظرم میاد مرمر خالصه. تقریبا ستونا رو ببینید. بابا ای بلا من از یه اصطلاحات مصرف نمی‌کنم ولی اینجا مجبورم بگم، مثل خیابونای پاریس درست کردن. یه سبک دیزنیلنده، یه سبک دیزنیلنده، ولی واقعا باریکلا خیلی محشره. خونه‌های کوچولو، اینم که کابین تلفنی که انگلیسیه و مردم اینجا نشستن و دارن غذا میخورن و خلاصه فکر نکنید ایران عقب نمونده ها. اینجا همه چی بجاست. ملت ایران یه خصوصیتی داره، هر بلایی سرش بیاری آخر سر مثل گربه رو پاش میفته. دیدین گربه از بالا پرت میشه همیشه رو دو پاش میفته، میگن 9 تا جون داره. ما هم یه همچین چیزی هستیم، 9 تا جون داریم. خیلی جالبه، من سرشو نمیدونم ولی این ملت هر کاریش بکنی آخر سر وضعش خوبه. تموم نشده ولی همه جا نور گذاشتن که ببینی. حیف که بعضی جاها رو به دلیلی که برای من خیلی نامفهومه میگن عکس نگیری. عجب چیزیه. گوله اصلا خیلی جالبه. اینجا یه جدی رو بودم که تقریبا کلیه مجموعه رو میشه دید. اینجا اون دوری دریاچه هست که بیرون اومدم میرم بهتون نشون میدم. اونش گول دریاچه‌اش. چه مدیریتی میخواد به همچین جایی رو اداره کردن، چه نظمی میخواد. بعد همه بهتون بگم تمام این گاردایی که بودم و ازشون سوال کردم با تربیت، با محبت، اصلا هیچ رفتار غیر عادی نبود. خیلی تربیت با تمدنی باشه. خلاصه این هم از فودکورت و دارن یه فیلم هم میگیرم. من خودم وسط فیلم اینا جا کردم، مثل که من فیلمم قبل از اینا چاپ میشه. عین سبک دیزنیلند درش آوردم. میزانه چشمیه و گل و واقعا جالبه ها. اصلا من ذهنم دخول نمی‌کرد که توی مملکتی که هیچکی مدیریت رو قبول نداره و نظم رو قبول نداره بشه همچین چیزی ساخت. والا بهتر از امریکاست، راست شو بهتون بگم. تا هنوز تموم نشد. تو دالاس یه مالی هست خیلی بزرگه،
ولی حتی اونم به عظمت این فکر نکنم برسه. همه اینا فرفرجه است و فکر نکنین که پلاستیکیه. همه اینا فرفرجه است و سنگ و مرمر. ببینید دیامتر این 100 متر است. چجوری این سقف رو آویزون کرده تو 100 متر خدا میدونه. یه موزه هست توی نیویورک، موزه نمیدونم چی این شبیه اون موزه است، یادم رفته است. اینجا رو شبیه موزه گوگنهایم نیویورک در آورده. یعنی یه همچین دایره هست اون موزه با یه همچین سقف شیشه‌ای. یادتون باشه توی یکی از فیلم‌ها هم دعوا شد تیراندازی کرد. اینجا هم رسیدیم به سینما. نوشته عجب جای قشنگیه بابا، از سینماهای پاریس بهتره. مثل این که توی سالنش هم میشه دید. بریم ببینیم. این سالن 9 بود هست، سالن سوگلی این سینما. بزرگترینه؟ نه، از لحاظ رنگبندیش، هارمونیکش. چند سال طول کشیده خانم اینجا رو درست کردن کلا؟ یعنی کل مجموعه رو شما میدونین؟ کل مجموعه والا اطلاعات دقیقی در دستم نیست، ولی فاز غربیش که ما هستیم توش و سینما هستش از یعنی دهه فجر از دهان بهمن آغاز به کار کرد خود سینما. خیلی قشنگه، باور کنید بهتر از پاریسه. دست شما درد نکنه. اینجا مثل که یه فودکورت دیگه است که اون آبشار رو دیده بودیم این پایین. اینجا یه فودکورت دیگه است. خودش قرمه سبزی گرفتن با برنج و هرچین. ببینیم حالا مزهش چیه. بریم یه قهوه هم بخوریم. ویزیتمون از ایران مال تموم شد. حالا بریم دریاچه خلیج فارس. یه نسیم خوبی میاد و این هم دریاچه خلیج فارس که چند کیلومتری با تهران فاصله نداره. بغل همین ایران ماله. و در آخر میخواستم بهتون یه چیزی بگم. من نه شعور فهمیدن این چیزها رو دارم نه هیچی.
ولی مملکتی که بتونه یه همچین مالی درست کنه، شما خاطرجمع باشین لازمه که یه مقدار زیادی مهندس، مدیریت خوب، شعور و فرهنگ داشته باشه. ایران برخلاف چیزی که تو خارج تعریف میکنن و شایعه میکنن، یه مملکتی است که با وجود تمام تحریما، با وجود تمام بدبختی‌ها، هر روز پیشرفت میکنه. و بهتون بگم یه قانونی همیشه در تاریخ بشریت درست بوده: وقتی که یه ملتی رو تحت فشار بذارین، اون ملت کوتاه مدت یا در این مدت خیلی مناسب یکی از باهوشترین و موفقترین ملت‌های دنیا میشه. میدونم که حالا همتون به من میخندین، میگین که بی‌عقلم، ولی من واقعا بعد از دیدن این مال یعنی یه امیدی پیدا کردم که هیچ وقت قبلا به اینقدر امید نداشتم. عیدتون از پیش مبارک میگم و همتون هم دوست دارم.